روزهای 8 و 9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه چهاربینی سطح بلند بخشیده به آغاز 10 ساله بین المللی عمل اوید به علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 و در دایره کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس با یک قطار اشتراکداران این همایش بین المللی سطح بلند صحبت‌های سودبخش انجام دادند. از جمله رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری دومینیکن لوئیس ابینادر کورونا، پرزیدنت جمهوری ارمنستان و اگن خاچاتوریان، پرزیدنت جمهوری کوستاریکا رودریگو چاوز، دیرکتور گنرالی یونسکو اودری ازوله، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو تشیلیدزه مروالا، دبیر کل سازمان جهانی مترولوژی سلستا ساولو، مدیر کل سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیوی دیونیوی، دیرکتور اجرایی فوند اقلیمی سبز مافالدا دوارته و دیگران صحبت‌های صمیمی دایر نمودند. مصاحبان به میزبانی با موفقیت تاجیکستان از نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه و سهم سرور دولت ما در پیشبرد مسائل گلوبالی آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها بهای بلند داده به این مناسبت عرض تبریک و تهنیت نمودند.